سلام عليكم يا أحلى متابعين، معكم خديجة من شركة مدفيكا للسياحة الطبية. طبعا اليوم جيت لغرفة العملية عند دكتور كامران كاوياني من أفضل أطباء طبعا هو اختصاصه فوق تخصص جراحة تجميل الوجه والجسم واستشاري الترميم وأنف اللحمي، يعني كلش مناسب للأشخاص اللي يردون يسوون عمليات جسمهم مع عمليات الوجه. بعض الأشخاص أكو مثلا يحبون يسوون نحت الجسم مع مثلا شد الوجه، مع شد الحواجب، مدري نحت الجسم مع تجميل الأنف، نحت الجسم مع تصغير المسافة بين الأنف والشفايف. ومن أقول أن نحت الجسم يعني كل عمليات اللي تخص في الجسم، يعني شد البطن، شفط الدهون الجسم، سيليكون الصدر، أو أي شيء ثاني تبون شد الزنود وكذا. يعني أي شخص يريد يسوي عملية في جسمه وعملية في وجهه يقدر يختار دكتور كامران كاوياني. موقع دكتور كامران كاوياني يكون إيران مدينة مشهد. أي شخص يريد يحجز عمليات تجميلية معانا ما يرد إلا لسانه، يكيد يكلمنا على الخاص وإحنا نرتب له الأمور. أنتم عليكم فقط تحجزون تذاكركم وتقرشون الصور من تذاكركم وأنا أرتب لكم الأمور. يعني إحنا إن شاء الله من تردون تجون رتبنا لكم الأمور، راح نستقبلكم من المطار، ناخذكم الفندق تريحون نفسكم، بعدها ناخذكم للطبيب عشان استشارة، وإن شاء الله نحدد لكم موعد العملية والفحوصات على بكرتها. اليوم إن شاء الله راح أسأل كم سؤالات من دكتور كامران كاوياني، أكيد تابعوا الفيديو. با سلام، من دکتر کامران کاویانی هستم، فوق تخصص جراحی پلاستیک. آیا توضیح بخشید یا عمل بینی با بی‌حسی موضعی امکانش هست؟ عمل کامل بینی امکانش نیست. عمل کامل بینی نیاز به کارهای خیلی زیادی داره که حداقل 1 ساعت طول میکشه و بنابراین مریض تو اون مدت خیلی استرس خواهد کشید اگه بخواد بدون بیهوشی کامل باشه. مگر اینکه کارهای جزئی بخواد فقط، یعنی بخواد مثلا پره‌های بینیش کوچیک‌تر بشه، یک برجسته کوچیکی روی بینیش بخواد تراشیده بشه که این هم خیلی نادر هست. یعنی تقریبا بالای 99% مریض‌هایی که عمل بینی میخوان نیاز به بیهوشی کامل دارن. برای کسانی که قند دارن امکانش هست؟ به شرط اینکه قندشون خوب کنترل شده باشه و مشکلات جسمی دیگه نداشته باشن امکانش هست، ولی امکان اینکه مقدار عوارضش نسبت به فرد عادی بیشتر باشه و همیشه تو فرد دیابتی هست، به خصوص عفونت زخم یا ترمیم زخم، تو اینا به هر حال یه مقدار از فرد عادی ضعیف‌تر هست. بعضی هست قبلا عمل بینی انجام دادن و میخوان سانترال لب انجام بدن، بعد چند وقت میتونن انجام بدن این عملو؟ کلا سانترال لب اگر که بیمار پره‌های بینی خیلی پهن نداشته باشه، بخوایم زیاد کوچیکش بکنیم، میشه همزمان انجام داد. حالا اگه اون موقع انجام ندادن میتونن بعد از 6 ماه تا 1 سال انجام بدن. ولی اگه پره‌های بینی خیلی بزرگی دارن، بهتره که تو مرحله اول پره‌های بینیشون کوچیک بشه، بعد از این فاصله که گفتم بیان برای سانترال لبشون. بعضی از مراجعه کننده هستن که همزمان با عمل بینی یه مشکلات دیگه تو بینیشون دارن که از لحاظ مثلا تنفسی امکانش هست شما یعنی براشون انجام میدین همزمان؟ اگر که سابقه عمل قبلی نداشته باشن، اینا معمولا به خاطر انحراف بینی یا ضعیف بودن غضروف‌های بینی است. بله انجام میدن براشون. قبلش سی تی اسکن لازم داره که نشون بده مشکلشون چی هست، معاینه لازم داره که مشخص بشه چی کار بکنیم. تقریبا اکثر اینها قابل انجام هست. و اینکه سوال آخر که خیلی ها میپرسن، چطور میتونن دکتر خودشون رو انتخاب کنن برای عملاشون؟ بر چه اساسی؟ دیگه این حالا اگر از نظر شکل میخوان بر اساس سلیقه خودشونه که حالا هر کسی حدوداً یک سبک خاصی ممکنه داشته باشه، بیماراشو ببینن، عکسای کاراشو ببینن، از اون انتخاب کنن. از نظر تخصصش هم اگه میخوان که میتونن برن تو سایت نظام پزشکی ایران
اسم پزشکشون رو وارد بکنن، مشخص میکنه که این پزشک چه رشته‌ای هست و چه کارهای مجاز هست که انجام بده. بنابراین از این دو راه هم از سلیقه خودشون، انتخاب دوستاشون عمل شدن، دیدن نتیجه چطور بوده، هم از همون سلیقه‌شون. بله. همه عزیزانی که دوست دارن کارهای عملشون رو توسط من انجام بشه میتونن از طریق خانم خدیجه و از طریق شرکت مدریکا اقدام بکنن. ممنون آقای